این کوکی رو برای هر کی بردم گفت وای عجب چیزیه. حالا قراره این کوکی خرمایی خوشمزه و مقوی رو من بهت یاد بدم. از جذابیت‌های دیگه این کوکی بافت نرم و کیک مانندشه. بریم که درستش کنیم. اول آب جوش رو با پودر نسکافه گلد مخلوط میکنیم، هم میزنیم میذاریم کنار. کره نرم همدمای محیط رو به همراه شکر قهوه‌ایش و شکر سفید یک کوچولو با لیستک مخلوط میکنیم و با دور تند همزن میزنیم تا کاملا حجم بگیره و رنگش روشن بشه. حتما اطراف ظرفتون رو دورگیری کنید تا موادی هم نخورده باقی نمونه. بعد از اینکه خوب با هم مواد یک دست شد، تخم مرغ ها رو به همراه وانیل، نمک و مخلوط آب جوش و نسکافه اضافه میکنیم و در حد مخلوط شدن میزنیم. حالا نیمی از آرد رو به همراه بیکینگ پودر روی مواد الک میکنیم و در حد مخلوط شدن میزنیم. بقیه آردم کم کم اضافه میکنیم تا غلظت خمیر به اون چیزی که توی فیلم دارم نشونتون میدم برسه. خمیرمون جمع میشه و یه کوچولو چسبندگی داره. خمیر خیلی سفت نیست. دقت کنید غلظت به این صورته. در آخر گردو و خرمای خورد شده رو اضافه میکنیم و در حد مخلوط شدن با لیستک هم میزنیم. روش رو میپوشونیم و 2 ساعت توی یخچال بهش استراحت میدیم. بعد از استراحت به چونه های 40 تا 50 گرمی تقسیم میکنیم و تو دستمون خوب گردش میکنیم و توی سینی فر میچینیم. اگر این مرحله زیاد طول کشید و احساس کردین خمیرتون گرم شده، نیم ساعت توی یخچال استراحت بدید و بعد تو فر از قبل گرم شده 170 درجه به مدت 12 تا 15 دقیقه میپزید. بعد پختم تا داغه روش شکلات خرد شده سفید و سیاه قرار میدیم. کوکی خوشمزه‌مون آماده است. امیدوارم شما هم درست کنین و لذت ببرید. نوش جونتون.